سلام، وقتتون بخیر. من اسماعیلی هستم، با آموزش چرم در خدمتتون هستم. امیدوارم که انواع دوخت و الگوسازی که قبلا بهتون آموزش دادم و خوب دیده باشین، چون که الان دیگه شروع میکنیم به آموزش مبتدی. بعد از اینکه اونها رو یاد گرفتیم، یه دونه الگو داریم. میخوام جامدادی رو بهتون یاد بدم، جامدادی ساده، یکی از ساده ترین جامدادی ها رو. این یه الگو هستش، الگو در آوردنش هم که دیگه میدونید اندازش رو باید روی کارتون، روی مقوای که پشتش مشبک هستش در بیارین. ابعادش 25 در 21 کنیم. این رو میذارین روی چرم، دورش رو خط میکشین، بعد میبرین، میشه این. پس درس الگو رو در میارین، میذاریم روی چرم، با خودکار دورش خط میکشیم، میشه، بعد میبریم، این به دست میاد. حالا این بدنه کارمون هستش. این رو چجوری به جامدادی تبدیل کنیم؟ ما به زیپ، سرزیپ، خودکار، خطکش نشان، قیچی و چسب احتیاج داریم. برای کار هم گفتیم یا از سنبه استفاده، سنبه و مشته و سنبه استفاده میکنیم روی تخته کار، یا از دستگاه استفاده میکنید که من خودم با دستگاه راحت ترم. شروع میکنیم. زیپ رو من همرنگ همین چرمم انتخاب کردم. نخ رو هم رنگش انتخاب میکنم. یه چیزی که باید توی چرم توجه داشته باشین، هارمونی رنگ ها رو دقت کنید. در ادامه که با کیف های آشنا میشیم که یرقالات بیشتری احتیاج دارن، اونجا متوجه میشیم که همه یرقالات باید یک رنگ باشن. مثلا اگه همه طلایی هستن، ببینیم ما 3 تا رنگ یرقالات داریم: طلایی، زرد قلم، نقره‌ای. طلایی، زرد قلم، نقره‌ای. اگر تمام یرقالاتتون نقره‌ای بود، اگه زیپتون نقره‌ای بود، همه یرقالات باید نقره‌ای باشه و توی همشون همینطور. ما انواع زیپ رو داریم. حالا من خواستم از این باریکترش استفاده کنم. داریم زیپ هایی رو که بزرگتر هستن. توی درس بخش منسوجات اینها رو گذاشتم. برای سرزیپ زدن یکی از راحت ترین کارها اینه که خب سرزیپ رو که از همینجا میزنیم، یه طرف رو کامل میزنیم، مشکلی نیست. برای زدن این طرف، چون اصولا به مشکل برمیخورن همه، این یه تیکه رو یک مقدار ببرین، یه تیکه رو یک مقدار ببرین، از اینجا راحت رد میشه. حالا من زیپم اندازه نکردم، ولی خب حالا همینجور میزنم. میتونید برای لایه زدن، حالا من لایه رو توی درسای دیگه بهتون آموزش میدم، اینو همینجوری ساده بهتون میخوام آموزش بدم. میتونید زیپ رو که بزنید، بعد که زیپ رو زدین، وقتی پشت میکنیم کار رو، اون موقع لایه بزنید.
حالا ما الان همینجور ساده رو بهتون آموزش میدم. اینو بردارم راحت تر باشه. میتونید چسب به زیپ بزنید، بچسبونید به این، میتونید به چرم، میتونید همون به چرم چسب بزنید به زیپ. حالا من به نظرم اینجوری بهتر که به چرم بزنید. ببین چسب، یک مقدار چسب بزنید، زیاد نه. حتما در چسب رو ببندین چون چسب خشک میشه و حیفه. ببینید یک مقدار از بالا من میذارم، یک مقدارم از پایین میذارم. چرا؟ چون میخوام بدوزم اینا رو و میخوام مشکلی پیدا نشه، در نره. پس این رو از این ور و اینجا یک مقدار باز میذاریم. من الان اینقدر میبارم، بعدن اضافیش بریده میشه. برای اینکه این سمت و اون سمتش در نره شما میتونید از گیره استفاده کنید. گیره توی خیلی به کارتون میاد. مشکلشه دیگه. من گیره رو بیارم، یک لحظه ویدیو رو قطع میکنم. الان از این گیره من استفاده کنم، گیره بزرگتر. برای اینکه در نره. خب قبل از اینکه چسب کامل خشک بشه کنم هم خوش شد. آره یک مقدار من اینجا به این پایینش بیشتر چسب بزنم. این سمت رو هم همینطور.
من این ویدیو رو چون که ویدیو اول هستش میخوام همینجوری با همدیگه کار کنیم، زمان میبره، ولی ویدیوهای بعدی رو تکه تکه میذارم که راحت تر بتونید درس رو ببینید. خب بعد که این چسبید، گفتیم بعد از چسبیدن باید چیکار کنیم؟ بعد بدوزیم دیگه. حتما از خطکش استفاده میکنید. خطکش نشان. این خط رو میذاریم لبه کار و این دونه از دونه ها نشانه گذاری میکنیم. من خودم 6 رو بیشتر از همه دوست دارم، برای همین از 6 شروع میکنم. خب گفتیم 2 تا راه برای زدن سوراخ هست دیگه. یکیش این که به این صورت از مشته و سنبه دستی استفاده کنیم. اینجوری قشنگ تخته رو میذاریم توی کار که وقت به بیرون نخوره. میتونیم هم از دستگاه استفاده کنیم. دستگاه ببینید شماره های مختلفی داره. من از کوچکترینش استفاده میکنم. البته این کوچکترین رو ندارن. این رو همونجا که اینو داریم میخریم بگین که این رو عوض کنن. برای اینکه این کار طولانی نشه، چون الان دیدم 14 دقیقه شد، من ویدیو رو نگه میدارم، این سوراخ ها رو میزنم، بعد کار انجام میدم. حالا یه بار دیگه، چون که شاید یکی از دوستان ندیده باشن
با چیز زدن و با دستگاه زدن و این بهتون نشون میدم. این شکلی هستش. من اینا رو سوراخ میکنم، دوباره ویدیو رو از سر میگیرم. خب دوستان، من این رو سوراخ کردم برای اینکه زمان هم بیشتر داشته باشیم برای جاهای مهمتر. دوخت هم زدم، بعد تا یه مقدار زدم، بقیهش رو گذاشتم که با هم یه بار دیگه تمرین باشه، تمرین دوخت باشه. ببین من از دوخت بخیه ساده استفاده کردم چون لبه کار دیگه جور دیگه ای نمیشه استفاده کرد برای زیپ. نه اوریب میشه نه تزیینی میشه. فقط نگاه کنید، من اینو میبینید پشت سر هم زدم. این رو گفتیم که بخیه هستش، هم میشه تمیز انجام داد، هم که مثلا پشت کار براتون مهم نباشه اشکال نداره. ببینید من پشت کار برام مهم بود. ببینید چجوری میشه، اینجوری دقیقا انگار که چرخ خیاطی و خوبه. اگه پشت کار براتون مهم نیستش که همونجوری بخیه معمولی بزنید، ولی خب بهتر اینه که براتون مهم باشه. وقتی میشه کار تمیز کرد دیگه چرا آدم کار بدون دقت و کثیف انجام بده. حالا میام بقیه‌اش رو میدوزم که شما هم بدونید. ببین یه بار رفتیم اینو، حالا میخوام یه بار دیگه برم که بخیه تمیز بشه. فقط یه نکته، ببینید من الان اینجا برای اینکه شما ببینید که مثلا کجاها سوراخ شده اینجوری گذاشتم. بعد از اینکه شما سوراخ رو انجام دادین حتما با خودکار پاک کن، حتما با خودکار پاک کن، خودکار پاکش کنید که جای خودکار نمونه. اگر که از آپارات یا یوتیوب دارید من نگاه میکنید، خوشحال میشم که لایک کنید و عضو گروه بشین. حتما هم به سایتمون سر بزنید چون توی سایت الگوها هست، بقیه آموزش ها هم هستش، آموزش های رایگان دیگه. خب الان دیگه تهش رسیدیم. من میدوزم، تهش رو میبندم که کارمون با زیپ تموم شه. اینم از زیپ. حالا کاری که میخوایم بکنیم، اصل کار اینه.
یک نکته در مورد دوخت هم بهتون بگم، در مورد نخ. ببینید من الان دارم از چرم مصنوعی استفاده میکنم. برای چرم مصنوعی از نخ ابریشم استفاده کردم، از نخ موم زده هم میشه استفاده کرد، ولی برای چرم طبیعی حتما فقط از نخ موم زده استفاده کنید. این رو میبندیم، من تهش رو نگه میدارم یه وقت در نره. خب حالا وقت دوخته. حالا اینجاها رو میدوزیم. واسه اینجا بود که میگفتم بیشتر زیپا بزنی. الان اگه زیپ دقیقا همینجا بود برای بستنش به مشکل برمیخوردیم. اینجا رو دوباره چسب میزنیم. حتما از چسب استفاده، اینجوری نباشه که مثلا من میخوام اینجا رو بدوزم دیگه همین خب بسه، یا مثلا خب دیگه من چسب میزنم دیگه، از دوخت چه به دوخت چه نیازی هست. نه اصلا اینجوری نیست، جفتش باید باشه. در چسب و خودکارم همیشه باید ببندید که خشک نشه. خودکار که خیلی زودتر است. خیلی زودتر از چیز خوش میشه، خیلی زودتر از چسب. طبق معمولی. گیره این طرف هم همینطور. به گیره زیاد احتیاج نیست. ببینید اینجوری باید قشنگ لب بله. اینجوری قشنگ باید لب به لب باشه. از گیره استفاده میکنم. ببینم گیره دیگه هم اگه داشته باشم خیلی خوب میشه.